آیا تا به حال احساس کرده ای که خدا ساکت است؟ دعا میکنی، تلاش میکنی، اشک میریزی، اما انگار آسمان پاسخی نمیدهد. احساس میکنی تنها مانده ای، فراموش شده ای، بی پاسخ. اما حقیقت این است. سکوت خدا نشانه بی‌توجهی نیست، نشانه تربیت است. او در سکوت قلب تو را میسازد. سکوتش یعنی گوش بده. وقت یادگیری است، نه شکایت. گاهی خدا خاموش می شود تا صدای درونت را بشنوی. او می خواهد بدانی که ایمان فقط وقتی معنا دارد که پاسخی نیست. قرآن می فرماید آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و آزموده نمی شوند؟ پس اگر این روزها پاسخی از آسمان نمی شنوی نترس. او در سکوت در حال آماده سازی توست. امروز با هم 5 نشانه را می شناسیم. 5 نشانه‌ای که نشان می‌دهد خدا در سکوتش دارد با تو سخن می‌گوید. نشانه اول، بیقراری درونی بدون دلیل. صبح از خواب بیدار می‌شوی و حس عجیبی داری. نه غم داری، نه شادی. فقط بیقراری. انگار چیزی درونت تو را صدا می‌زند. این همان صدای خاموش خداست. او دارد می‌گوید به من برگرد. گاهی خدا نه از بیرون بلکه از درون تو را صدا می‌زند و آن حس بی‌دلیل در واقع دعوتی است برای بازگشت به او. و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در درون خودتان نمی‌نگرید؟ نشانه دوم، درهایی که بسته می‌شوند برای هدفی تلاش کرده‌ای، برای رؤیایی جنگیده‌ای، اما ناگهان همه چیز متوقف شده. درها بسته می‌شوند. مسیرها مسدود می‌گردند و تو فکر می‌کنی شکست خورده‌ای. اما در حقیقت خدا دارد تو را از خطر پنهانی حفظ می‌کند. در بسته مجازات نیست، رحمتی است در لباس توقف. هر نه خدا یعنی صبر کن، هنوز وقتش نرسیده. چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید ولی در آن خیر شما باشد. نشانه سوم، دعایی که دیر اجابت می‌شود شب است. سکوت خانه تنها تویی و خدا. دستهایت را بالا گرفته ای، چشمانت پر از اشک است. بارها دعا کرده ای ولی هنوز خبری نیست، اما خدا شنیده. از همان لحظه اول. او فقط می‌خواهد صبرت را کامل کند. تأخیرش رد شدن نیست، آمادگی است. او دارد قلبت را برای پذیرش برکت آماده می‌کند. من نزدیکم و دعای دعا کننده را اجابت می‌کنم هرگاه مرا بخواند. نشانه چهارم، تنهایی و فاصله از مردم احساس می‌کنی تنها شده‌ای. دوستانت دور شدند، جمع‌ها دیگر دلنشین نیستند، اما این تنهایی مجازات نیست. دعوتی است برای رشد. خدا گاهی تو را از جمع جدا می‌کند تا در خلوت صدایش را واضح‌تر بشنوی. در سکوت تنهایی روح تو ساخته می‌شود. درست همانطور که موسی در خلوت کوه‌طور آماده رسالت شد. یادت باشد تنهایی مقدمه تحول است. نشانه پنجم، وقتی می توانی ببخشی بدون عذرخواهی، روزی کسی به تو ظلم کرد. شاید زخمی در دلت مونده بود، اما حالا می توانی او را ببخشی، حتی اگر هیچ وقت پشیمان نشود. اینجاست که می فهمی خدا در قلبت حضور دارد. بخشش نشانه ضعف نیست، نشانه قدرت روح است. وقتی می بخشی خودت را آزاد می کنی. پیامبر فرمودند به اهل زمین رحم کنید تا اهل آسمان به شما رحم کنند. جمع‌بندی، خدا هیچ وقت ساکت نیست. او در بیقراری، درهای بسته، دعاهای بیپاسخ، تنهایی و بخشش با تو سخن میگوید. سکوتش صدای اوست برای تربیتت. اگر این پیام با دلت سخن گفت، بنویس. خدایا، حتی در سکوتت صدایت را میشنوم. دعا، خدایا، در سکوتت به ما گوش شنیدن بده. وقتی درها بسته میشوند، امیدمان را از دست ندهیم. ما را از اهل صبر، یقین و بخشش قرار ده و نوری در دلمان بتابان تا راحت را گم نکنیم.